سرخط خبرها. نگرانی وزیر نقلیات از تنبشوی ماشین در راهها یک سبب را زیاد شدن ماشین ها گفتند. عربستان سعودی برای زیارت حج قاعده نو جاری کرد. ادامه عملیات نلگال 2025 که در پی آن 135 مهاجر را از روسیه راندند. روز بخیر بینندگان عزیز، این برنامه نوید بامدادی است که از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیم شما می شود. امروز 21 اکتبر سال 2005 است و این خبرها را داریم. وزیر نقلیات تاجیکستان تنبشوی ماشین ها در راهها مخصوصا در پایتخت را یکی از مشکلات اساسی این سخن نامیده است. ماهای اخیر ساکنان زیادی هم در دوشنبه از تنبشوی شکایت می کنند. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات در جلسه جنبستی این نهاد از وضع در راهها نگرانی کرده گفته است تنبشوی با دیر ماندن آدمان به کار، عصبانیت رانندگان و مسافران و صدمه ها سبب شده به کار خدمات فوری مثل یاری تاجیلی خلل وارد میکند. به گفته وزیر تاجیک سبب‌های اساسی تنبشوی ماشین ها افزایش اهالی و شمار واسطه های نقلیات است. در ضمن این مشکل را معاون رئیس شهر دوشنبه رحم‌الدین سلیم زاده هم به تحلیل کشیده گفته است از سال 2021 تا 2024 شمار ماشین های شخصی در شهر قریب 66% زیاد شده است. و در مقاله‌ای که در پیام دوشنبه نشر شده است تاکید می‌کند که تعداد ماشین‌ها در شهر قریب به 145,000 برابر شده است. به گفته این مقامدار تاجیک سبب اصلی تنبشوی وارد شدن شماره زیادی ماشین‌ها از بیرون به پایتخت است. در یک شبانه روز از شهر و ناحیه‌های دیگر بیش از 44,000 ماشین به دوشنبه وارد می شده است. زیاد شدن شماره تاکسی ها در شهر را هم معاون رئیس شهر دوشنبه یکی از سبب‌های دیگری ایجاد تنبشوی در راه نامیده است. حالا با نوشته این مقامدار تعداد تاکسی ها به 12,000 عدد رسانیده شده است. بنا به پیشنهاد معاون رئیس شهر بنیاد پل‌های بالای راه و جدا کردن خط نقلیات مسافربر مثل کشورهای دیگر می تواند وضع را بهتر کند. ساکنان دوشنبه میگویند تنبشوی یگانه مشکل آنها در راه نیست. کمبود نقلیات کلان مسافربر در راههای شهر و بنظم بودن کار آنها و نرخ راهگیرا را ساکنان از مشکلی اصلی دیگر در راه مینامند. عربستان سعودی برای قبول زائرین قاعده نو را جاری کرد. از این بعد برای گرفتن ویزا یا روادید کس باید از تشخیص طبی گذرد. سند صحتی توسط پایگاه نسوک تهیه کرده می شود. شرط نو برای سفر به حج را وزارت تندرستی عربستان سعودی اعلام کرد. رویخط بیماری هایی که مانع سفر آدمان به حج می شود دراز است. بر اساس آن فهرست افرادی که با شکل های وزنین بیماری گرده، بیماری قلب، بیماری های مزمن شوش گرفتارند یا از بیماری های عصب اذیت میکشند نمی توانند حج کنند. گرفتاری با بیماری های سیرایتی و سرطان و حامله‌داری در ماه‌های اخیر هم به کسی امکان نمی‌دهد که سفری حج کند. به تاکید مقامات عربستان سعودی محدودیت‌های نو برای حفظ بخطری و صحتی زائرین گرفته شده است. با نظر داشت فوت زائرین زیاد در سال‌های پیش عربستان سعودی امسال تدابیر امنیتی را سخت‌تر کرده است تا از مرگ و میر زیاد در معرکه حج پیشگیری شود. سال 2024 با سبب گرمای سخت و حرارت 51 درجه بیشتر از 1300 زائر در عربستان سعودی جان دادند. هر سال بیش از 6000 ساکن تاجیکستان برای ادای حج فرضی می روند. در روسیه مرحله دوم عملیات نلگال 2025 ادامه دارد. نیروهای امنیتی مهاجران را در ساختمان و بازار و جای خواب و اتوبوس ها جستجو و تفتیش و بازداشت می کنند. مامورین یکباره چند نهاد پلیس و امنیت و اومان یا گروه تعیناتی مخصوص به یکی از ساختمان ها در مرکز خبرسک وارد شده دهها مهاجر را برای تفتیش حجت ها به اداره مهاجرت بردند. 3 نفر را برای نقض قاعده های مهاجرت خارج نمودند. با 2 نفر تهدید زندان کردند. به اطلاع مامورین روس این مهاجران پس از گرفتن شهروندی قسم حربی را ترک کردند. در برناول در پی عملیات پلیس در داخل اتوبوس 33 مهاجر از روسیه خارج شده است. بعد از این مامورین پلیس و روسگواردیا خوابگاه و هستل های مهاجران را تفتیش کردند. در چلیابینسک هم عملیات جستجو و تفتیش مهاجران در قهوه‌خانه و ساختمان ها ادامه دارد. در عملیات نلگال 2025 مقامات روس از درون استفاده میبرند. با اطلاع رسمی در 4 روز عملیات 17 حالت حقوق ویرانکنی ماموری و 19 جنایت در سمت مهاجرت آشکار شده 135 نفر را از روسیه راندند. عملیات مذکور تا 22 اکتبر ادامه میکرده است. سالهای اخیر مخصوصا پس از حادثه کراکوس شکار مهاجران در روسیه شدت گرفته در بسیار موارد آن به تحقیر و لطوکوب مهاجران همراه است. شورای اتحاد اروپا از تشبث جانبداری کرد که مرحله به مرحله دست کشیدن از گاز روسیه را پیش بینی می‌کند.
اگر این سند در پارلمان اروپا تصدیق شود، اتحادیه اروپا شروع از 1 ژانویه سال 2028 از خرید گاز روسیه پورا دست میکشد. این حجت الکی از 1 ژانویه سال 2026 به اجرا می‌دراید، ولی برای شرطنامه‌هایی که فعلا عمل می‌کنند تا اول سال 2028 مهلت داده شده است. منع خرید گاز روسی در حالت‌های مخصوص می‌تواند بیکار شود اگر انتقال گاز از دیگر طریق برای اروپا خطرناک باشد. مجارستان و اسلواکیه مخالفان کاملا دست کشیدن از گاز روسیه هستند. بعد تجاوز روسیه به خاک اوکراین در ماه فوریه سال 2022، اتحادیه اروپا به طور قابل ملاحظه وابستگی خود را از گاز روسیه کم کرد. بیشتر کشورهای اروپا در حال حاضر از روسیه گاز نمیخرند. بعضی از این کشورهای اروپایی از روسیه همانا گاز میخرند، ولی به مقداری کم. به جای روسیه فعلا اروپا از امریکا، قطر، نروژ، آذربایجان و دیگر کشورها گاز وارد میکند. مقامات ایالات متحده قبلا گفته بودند کاملا دست کشیدن از خرید گاز روسیه یکی از شرطهای جاری کردن تحریم‌های نو علیه مسکو است. پس از نشر خبر درباره کشته شدن 446 زاده تاجیکستان در جنگ روسیه علیه اوکراین، بسیاری‌ها خواستند که رادیوی آزادی نام و نسب آنها را نشر کند تا توانند درباره نزدیکان بینشون شده خود معلوماتی به دست آورند. این رویخط را طرح دولتی زیستن می‌خواهم در اوکراین آماده کرده است و رادیوی آزادی در حال حاضر درستی همه آنها را تصدیق یا انکار کردن نمی‌تواند. با گذشت قریب 2 هفته از نشر خبر، منصبداران تاجیکستان و روسیه نیز حرفی در این باره نگفتند. رادیوی آزادی به حذف کردن نام و نسب این رویخط را نشر کرد و اگر شما کسی را شناختید و یا قصه اش را می‌دانید، لطفاً ما را در جریان گذارید. شاید با این واسطه داستان چگونه به جنگ ضد اوکراین رفتن آنها را معلوم کنیم. رویخط نام‌های زادگان تاجیکستان را در سامانه رادیوی آزادی می‌توانید ببینید. در چند ماه اخیر در طرح زیستن می‌خواهم اسم نزدیک به 3000 شهروند تاجیکستان همچون زرخرید ذکر شده است که بعضی از آنها در اوکراین کشته شدند. قانونگذاری تاجیکستان حضور شهروندان را در جنگ‌های بیرونی منع می‌کند، ولی مقامات جمهوری می‌گویند تا این دم نسبت به کسی برای شرکت در جنگ اوکراین پرونده جنایی باز نکردند. بخش یک روز تاریخ را می‌بینیم که مهمترین تحولات تاریخی در روز 21 اکتبر را فرا می‌گیرد. 21 октябри соли 2017 саид мукаррам абдулқодирзода раиси шӯрои уламои тоҷикистон аз қарори маҳдуд кардани мардони тоҷик ба доштани риш ҳимоят кард. дар як сафари корӣ ба Туркия дар посух ба пурсиши журналистон ӯ гуфт ин амр сирф ҷанбаи амниятӣ дорад ва ҳам ба хотири ба гуфташ мутобиқати зоҳири воқеии инсонҳо ба акси шиносномаашон зарур аст. аз солҳои ҷанги шаҳрвандии риши мардон дар чашми мақомот ба таври ғайрирасмӣ ҳамчун гӯё афроди диндор ва ҳатто гоҳҳо узви гурӯҳҳои ифротӣ будани онҳо талаққӣ мешавад. бар асоси бархи манбаъҳо 21 октябри соли 1899 аввалин вазири маорифи тоҷикистони шӯравӣ Аббос Алиев таваллуд шудааст. ӯ солҳои 1924 то 27 дар ин мақом кор карда муҳаққиқон ӯро яке аз равшанфикрони давр меноманд. шогирдонаш мисли Муҳаммаҷон Шакурӣ талошҳои Аббос Алиев барои ҳифзи забон ва ҳуввияти миллиро чашмгир меноманд. 2 солро бо иттиҳоми таҳқири мақоми давлатӣ дар зиндон пушти сар кард ва баъди озодӣ Тоҷикистонро тарк карда устоди донишгоҳи Алмаато шуд. 21 октябри соли 2003 риштаи умри ҳунарпешии маъруфи театр ва синамои тоҷик Гурминҷ Завқибеков канда шуд. дар 74 соли умраш ин ҳунарманди зодаи ноҳияи Рӯшони вилояти Бадахшон дар даҳҳо филму намоишномаҳои театрӣ аз ҷумла филмҳои Қисмати шоир, Ливои оҳангар, Достони Рустам нақш бозида осорхонаи асбобҳои нодири мусиқии худро таъсис дод. писараш Иқбол Завқибеков ҳам бо роҳи падар рафта мусиқийнавози мумтозе шуд. صبح امروز در برخی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان $100 آمریکایی از 915 تا 920 سومانی ارزش دارد. 1000 روبل روسی با 113 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است.
برنامه نوید بامدادی رو میدیدید. خبرهای دیگر رو در ادامه روز از سامانه رادیوی آزادی و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی دریافت کنید. خیر تا ملاقات دیگر.